سلام. امروز در خدمت خانم دکتر جیران حسین‌پور هستیم، متخصص فیزیولوژی ورزشی. با ایشون همراه هستیم تا در مورد این علم و ارتباطش با ورزش و رشته ورزشی تنیس بیشتر آشنا بشیم. سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلامت باشید. ممکن خودتون رو معرفی کنید تا با شما بیشتر آشنا بشیم؟ بله، دکتر جیران حسین‌پور هستم، متخصص فیزیولوژی، استعداد درخشان در تمامی مقاطع دانشگاه تهران، سفیر و فیزیولوژیست انجمن دیستروفی ایران و همینطور مدرس دانشگاه. بسیار. یه سال اولی که داشتم، اصلا فیزیولوژی ورزشی چی هستش؟ ممکن توضیح بدید ما بدونیم اصلا فیزیولوژی ورزشی چی هست، چه مقوله هست، در مورد چی اصلا داره صحبت می‌کنه؟ بله حتما. فیزیولوژی کلا نحوه کارکرد اندام‌ها، سلول‌ها، بافت‌های بدن رو بررسی می‌کنه و ارتباط اینها رو با هم تحلیل و بررسی می‌کنه. که در مقوله ورزش اگر ما بخوایم بهش دقت بکنیم، بر اثر استرس و فعالیت‌های ورزشی بدن یک سری پاسخ‌هایی رو ایجاد می‌کنه که در اثر این پاسخ‌ها ما میتونیم نحوه عملکرد افراد و ورزشکاران رو مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. این پاسخ‌های استرس و فعالیت‌های ورزشی تغییرات متابولیسم، بیوشیمی و همینطور نحوه عملکرد سیستم‌های تنفسی قلبی عروقی رو تغییر ایجاد میکنه و یک متخصص فیزیولوژی وظیفه داره بر اساس این تغییرات یک سری بررسی‌ها، آزمایش‌ها و درمان‌هایی رو ایجاد بکنه که این تغییرات تعادل بدن رو ایجاد بکنن و هموستاز بدن حفظ بشه. حالا در مقوله ورزش کمک میکنه به ترینر که یک شناخت کافی از بازیکنش داشته باشه، ضعف‌ها و نقاط قوت رو بشناسه و بتونه خیلی هوشمندانه این ضعف و قوت رو تقویت بکنه. برای مسابقات، حالا ریکاوری بعد از مسابقات، آمادگی سازی قبل از مسابقات، تمام اینا از روش‌های فیزیولوژی استفاده میشه تا یک فرد نحوه عملکردش به بهترین حالت ممکن برسه. حالا اگه دقت کرده باشین افرادی که توی مسابقات مختلف، حالا از بازیکن‌های حرفه‌ای اگه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا رافائل نادال، اگر اول بازی رو شما مشاهده بکنید و انتهای بازی رو مشاهده بکنید، تغییرات توی انرژی این فرد رو شما اصلا نمیتونید متوجه بشید. این به خاطر فیزیولوژیکی دقیق و پیشرفته بدن این فرد هست و کمک میکنه که بتونه از اون تکنیک ها در موقعیت های اساسی، در جایی که نشون میده که فرد قهرمانه، در رنکینگ های مهم و در تورنمنت های مهم، بتونه بهترین نحوه عملکردش رو اجرا بکنه. خب یه سوالی که الان هستش این که اصلا ارتباط این داستان فیزیولوژی و ورزشکار و خانواده‌اش چی میتونه باشه و کجا میتونه اصلا به دردش بخوره؟ ببینید وقتی که ما ورزش انجام میدیم، سیستم سمپاتیک ما یک سری تغییرات تو بدن ما ایجاد میکنه و یه سری واکنش‌ها و پاسخ‌هایی رو القا میکنه. در واقع ورزش سیستم‌های قلبی عروقی، تنفسی، متابولیسم ما، تمام سیستم‌های بدن ما رو به چالش میکشن و ما باید علم این ورزش و فیزیولوژی رو داشته باشیم تا بتونیم تعادل بدن یا همون هموستاز بدن رو ایجاد بکنیم. حالا بپرسم، یعنی اینکه ما اینجوری بگیم حالا یه ورزشکار که نمیتونه علمش رو داشته باشه، یعنی شاید فقط تا در حد دانشش رو تا حدی بدونه کفایت بکنه واسش و بدون این چیزی وجود داره، این باید توی بحث آکادمیا، باشگاه‌ها و مربی‌ها این علمو داشته باشه. همونجور که اول صحبتم عرض کردم، در کنار یک ترینر حتما باید یک متخصص فیزیولوژی باشه. همون بعد به ورود یک فرد که احساس میکنه که تنیس رو دوست داره، یک ورزش رو دوست داره، وقتی که وارد اون آکادمی میشه، ما باید از تمام جنبه‌های این فرد رو بررسی بکنیم. اگر شما این استعداد رو داشته باشین میتونین وارد مرحله بعد بشین. گاهی اوقات افراد فقط دوست دارن ولی از نظر آناتومی، از نظر حتی منتالی توانایی این رو ندارن، به صورت ژنتیکی ندارن که بخوان، اگر هم بخوان تازه حالا یه پروسه قهرمانی مد نظرشون باشه، واقعا از نظر ژنتیکی این سازگاری رو ندارن که به اون سیستم بخوان پیش برن. یه فرد هم فقط بخواد به عنوان یک هنر اگه ورزش رو یاد بگیره، باز هم باید یه سری آمادگی هایی رو برای این فرد ما ایجاد بکنیم تا توان بدنش رو متناسب با اون ژنش و اون ژنتیکش ایجاد بکنیم. برای همین متخصص فیزیولوژی در بیس کار میاد یک آزمایش‌های تخصصی رو از این فرد میگیره.
حالا این آزمایشی که ما انجام میدیم میشه همون شاخص استعدادیابی میشه یا نه خیر این فیزیولوژی ورزشی؟ اول استعدادیابی از طریق یه سری سیستم ها و یه سری نرم افزارها انجام میشه که ما بفهمیم فرد از نظر آناتومی متناسب با این رشته که انتخاب کرده هست یا نه، از نظر منتالی توان اجرای اون فعالیت ورزشی رو داره یا نه. بعد از این مرحله با یه سری سیستم های اتفاق میفته. این خود استعدادیابی خودش یه پروسه یه سیستم طولانیه. این موردی که شما داشتین میگفتین توی باشگاه که اتفاق میفته، ورزشگاه که وارد میشه با خانواده، یعنی شما با خانواده و اون ورزشگاه بله حتما باید همینجوری باشه که خانواده هم یک شناختی از فرزندشون داشته باشن. این اتفاق که صورت گرفت، مرحله بعدیش اینه که با استفاده از یه سری دستگاه‌ها ما میایم کل بدن اون فرد رو بررسی می‌کنیم. حالا دیدیم که شما استعداد دارین، حالا باید ببینیم که توان سیستم قلبی عروقی شما، هموستاز بدن شما به چه شکل هست و برای اینکه شما رو به اون هدف ایدئال برسونیم باید ما چه آمادگی‌هایی رو برای این فرد برنامه‌ریزی بکنیم. حالا اگر که سیستم قلبی عروقی اون فرد برای یک ورزش هوازی مناسب نیست، من با اون غربالگری و اون آزمایش‌هایی که انجام میدم یه شناخت کافی و کامل از سیستم قلبی عروقی اون فرد پیدا میکنم، یه سری برنامه‌های تمرینی بررسی میکنم متناسب با اون فرد و بعد طراحی میکنم. حالا اون ترینر وقتی که من هماهنگ میشم با ترینر میتونم این اطلاعات جامع و کامل رو به ترینر بدم و نیازهای اون فرد از طریق ترینر اجرا میشه. این تو چند سالگیه؟ این از چند سالگی شروع میشه این داستان؟ شروع میشه. کلا ورزش‌های متفاوت تایم استعدادیابیشون متفاوته، ولی از سن 7 سال به بعد فرد به یه سنی رسیده که میتونه دیگه مفاهیم رو تحلیل بکنه و از اون حالت بازی خارج بشه و بتونه تکنیک‌ها رو اجرا بکنه که بهترین حالتش همون 6 تا 7 ساله که ما بخوایم استعدادیابی بکنیم و شروع بکنیم پروسه قهرمانی رو. از کنم یه سوال بپرسم، اینکه تنیس ورزش هوازی حساب میشه یا بی هوازی؟ درست. خودتون چی فکر میکنین؟ خودتون هوازی. به خاطر اینکه زمان بازی و ست‌ها طولانی مدت هست همه فکر میکنن که هوازیه و تا یه بخشی هم درسته، اما طبق مطالعاتی که پزشکی ورزشی NIH انجام داد و توی ژورنال NIH چاپ شده و خیلی مورد بحث قرار گرفته، ورزش تنیس اجزایی از سیستم هوازی و بی هوازی رو شامل میشه. برای این مثال فرد رو شما شاید دیده باشین که مسابقه‌ای که میخواد بده اول بازی خیلی انرژی خیلی خوبی داره، میتونه خوب سرویس بزنه، بازی بکنه، دراپ شات بزنه. به انتهای بازی که نزدیک میشه در یک سیستم ها و یک موقعیت هایی قرار میگیره که باید دوی خیلی سریع داشته باشه، باید سرویس پرقدرتی بزنه، باید یک ضربه محکمی بزنه و نمیتونه بزنه. دقیقاً سیستم انرژی اینجا شیفت پیدا میکنه به بی هوازی و سیستم انرژی غالب میشه به فسفاژن و چون ما تمریناتمون تمرینات هوازی بوده نمیتونیم از سیستم فسفاژنمون در زمانهای خاص مسابقات استفاده بکنیم و اونجاست که تفاوت افراد مشخص میشه. یه نفر قهرمان میشه، یه نفر با اینکه تمرینات زیادی انجام داده ولی نمیتونه اون نتیجه دلخواه رو کسب بکنه. داستان با خستگی متفاوته؟ یعنی ببینید خیلی ورزش محدود میشه به اینکه سیستم های انرژی و سیستم های غالب ما چی هستن. ما اگر بخوایم سیستم هوازی رو استفاده بکنیم یک نوع سیستم انرژی استفاده میکنیم، اگر بخوایم سیستم بی هوازی استفاده بکنیم سیستم فسفاژن غالب میشه. برای همین اگر ما سیستم های انرژیمون رو نتونیم تنظیم بکنیم با تاکتیک هایی که میخوایم اجرا بکنیم در انتخاب اون مرز خستگی میرسیم. اما میتونیم سیستم های انرژیمون رو طوری تربیت بکنیم، طوری تنظیم بکنیم که اون فرد تا لحظه آخر بتونه سیستم انرژیش رو شیفت بده و خسته نشه. که چیزی که الان دارم فکر میکنم نمیدونم درسته یا نه که میشه ترکیبی از تمرینش و تغذیه‌اش و آمادگی جسمانی اون شخص میشه. درست. یه کار فیزیولوژیست اینه که تمام سیستم ها رو بررسی بکنه، نیازهاش رو شناسایی بکنه، نقاط قوت و ضعف رو شناسایی بکنه و برای هر کدوم راهکار بگه. اگر که من الان میگم سیستم هوازی و بی هوازی، بخشش برمیگرده به علم تمرین،
بخشش برمیگرده به تغذیه ورزشی، حتی بخشش برمیگرده به وضعیت‌های منتالی اون فرد. و به صورت کل‌نگری یک فیزیولوژیست میاد به اون بازیکن نگاه میکنه و خیلی شسترفته بخوام بگم یک فیزیولوژیست متخصص در کار بدن انسانه. خیلی اینجوری پس بگیم که کسایی که آکادمی دارن توی ایران، آکادمی های تنیسی که دارن، حضور یک شخص فیزیولوژیست ورزشی توی اون مجموعه یا ارتباط حداقل این شخص واجبه. قطعا. قسمت دومش این که اگر من دارم فکر میکنم که بچه‌م قرار حرفه‌ای تنیس رو بره بازی بکنه و میخوام توی آکادمی بذارمش، این خواسته رو داشته باشم از اون آکادمی که خب من دارم بچه‌م میارم فیزیولوژیست ورزشی شماست که کجاست که بتونه روند پیشرفت بچه من، روند پیشرفت بدنی بچه من بتونه تحلیل بشه. درست دارم میگم؟ دقیقاً همینطوره. یعنی اگر ما فقط از ورزشکارمون بخوایم که بره و مسابقات رو شرکت بکنه و نتیجه خوب بگیره، این لازمه ها رو نداشته باشه، ما داریم یه توقع بیجایی رو از اون ورزشکار لحاظ میکنیم و واقعاً هم در دنیای پیشرفته امروز همچین خواسته‌ای نشدنیه. خیلی شفاف بگم. آره، چون بخاطر اینکه من خودم رو دارم میگم، خودم که تنیس بازی میکردم من یادم نمیاد که هیچ آنالیزی نسبت به بهبود من نسبت به 1 ماه یا 3 ماه گذشته و الانم داشته باشم. تنها شاخصی که فکر میکنم که خیلی همه باشه سر کار دارن وزنه. وزن من الان زیاده، ورزش کردم وزنم اومده پایین یا چی شده. حالا یه سری بحثا مثلا چیزایی که من شنیدم بحثی حالا میگن توده عضلانی یا مثلا فلان، ولی باز ارتباطش رو واقعا متوجه نیستیم. وقتی که شما یک عملکرد خوبی رو میخواین به نمایش بذارین، یه بخشش برمیگرده به عضله، یه بخشش برمیگرده به سیستم قلبی تنفسی، یه بخشش برمیگرده به بیوشیمی بدن شما، یه بخشش برمیگرده به آناتومی بدن شما. اگر اینا در کنار هم قرار نگیرن، اون عضله چجوری میخواد یک هایپرتروفی داشته باشه، یک قدرتی داشته باشه که شما یک ضربه درستی رو بزنید. تکنیکو بلدین، میخواین ضربه رو بزنید، ولی این اجزا در کنار هم ساخته نشده که شما بتونید بهترین نمایش خودتون رو اجرا کنید. من دست میزنم. برای همین حتما مهمه که ما بتونیم بدنمون رو به صورت کلنگر با هم تقویت بکنیم و ببریم جلو. فقط این که بخوایم ممارست بکنیم، تمرین بکنیم، فقط انگار که ما داریم یک نیروی اضافی رو خرج میکنیم، تایممون رو داریم از دست میدیم و این برای افراد خیلی ضروریه که به این نکته دقت بکنن. به نظر من هیچی مهمتر از این نیست که ما بتونیم انرژیمون رو بهینه استفاده بکنیم و علم فیزیولوژی این کمک رو به افراد میکنه از علمشون، استعدادشون و از تایمشون به بهینه ترین حالت ممکن استفاده بکنن تا بهترین نتایج رو کسب کنن. خیلی ساده بخوام بگم، ما هزینه یه ورزشکار تنیس برای تمرین کردنش امروزه هزینه زیادی. اگر این هزینه یه هزینه حالا متخصص فیزیولوژی ورزشی کنارش قرار بگیره، نسبت به هزینه‌ای که ما داریم توی تنیس انجام میدیم شاید اصلا عددی به حساب نیاد. من چیزی که الان حس میکنم اینه اگه علمی ما رفتار بکنیم با این داستان، اینکه با بعد از تحلیل تا جایی که من متوجه شدم، بعد از تحلیلی که یه متخصص روی وضعیت بدن ما داشته باشه، میتونه تمرینات اختصاصی مرتبط با بدن شخص من رو بهم بده و موقعی این کارو بکنه روند پیشرفت من، چون روند پیشرفت من ورزشکار خیلی سریع‌تر میتونه باشه. تو چیزی که نرم هست و حالا من تو ورزش دیدم و تو جامعه دارم میبینم، اینکه یه سری ورزش رو به توی یک کلاس مثلا 20 نفره به همه میدن، بدوید کششی کار کنید، نرمش کنیم، حالا بریم توپ بزنیم. ولی میتونیم تخصص داشته باشیم. خیلی جالبه و واقعا فکر می‌کنم که اصلا این عددی که بخواد هزینه بشه بابت این متخصص نسبت به عددی که توی تنیس داره هزینه میشه، بله واقعا هیچی. اگر ما فقط با آگاهی هر قدمی که می‌خوایم برداریم با آگاهی باشه، میتونیم حتی تخمین بزنیم که چقدر هزینه است، از چی کم بکنیم به چی اضافه بکنیم و میتونیم اولویت بندی بکنیم.
اینکه من الان بیام یه مکمل ورزشی رو به فلان قیمت استفاده بکنم ولی اصلا ندونم که بدن من نیاز داره که همچین مکملی دریافت بکنه، خب الان یعنی داریم اولویتامون رو تغییر میدیم و اشتباه هزینه میکنیم. یک فرد میاد یک مکملی رو که شاید خیلی هم گرون نیست، من بهش بر اساس نیاز بدنش توصیه میکنم، اثرش خیلی بالاتر از فردی که میره مکمل‌های خیلی پرهزینه رو استفاده میکنه و اصلا مورد نیازش نیست. یه سوالش، این علم فیزیولوژی و این تحلیل‌ها و این آنالیزها به صورت چشمی انجام میشه یا دستگاه داره، ماشینالات داره، چجوری اصلا؟ ببینین علم فیزیولوژی چون کل بدن رو بررسی میکنه باید از طریق دستگاه‌ها سیستم قلب شما، کبد، هورموناتون، ویتامیناتون و اینکه غددتون چجوری داره عمل کردش هست، چه فعالیت‌های غدد داره انجام میده، غدد کمکار، پرکار، حالا هیپوتالاموس، تالاموس، تمام غدد، تیروئید، دستگاه گوارشه، تمام اینها باید بررسی بشه و با دستگاه تخصصی این کار انجام میشه و دستگاهی که من توی مطب دارم نه اشعه داره و نه اینکه نیاز به خونگیری داره. به صورت کلنگر بررسی میشه، یعنی یک ورزشکار نمیخواد زمان زیادی رو بذاره بخواد دونه دونه این فاکتورها رو بررسی بکنه. در حالا 1 ساعت زمانی که گذاشته میشه برای این کار کل بدن بررسی میشه. یک فاکتور خیلی مهمی که ما توی ورزشکارا خیلی کم شاهدش هستیم ناهنجاری‌های اسکلتیه. فردی که داره الان تنیس انجام میده معمولا داره یک طرفه کار میکنه از بدنش و همین باعث ناهنجاری‌های مختلف میشه. تنیس البویی که ما میبینیم، اسکولولیزی که ما میبینیم، تمام ناهنجاری‌هایی هست که فرد میاد ورزش بکنه که حداقل سلامت باشه، ولی ناهنجاری‌های اسکلتی که در کنارش میاد زمان قهرمانی فرد رو کمتر میکنه، اجازه نمیده حتی بتونه از توان درستش به درستی، کل ظرفیت توانیش بتونه به درستی استفاده بکنه و این ناهنجاری‌ها بررسی نمیشه. یک فیزیولوژیست میاد ناهنجاری‌های اسکلتی هم با دستگاه‌های خاص بررسی میکنه که از تمام اسکلت بدن از سر تا کف پا بررسی میشه، کف پای صاف، گودی کمر، زانوی پرانتزی، تمام اینها در کنار اینکه ما میایم بدن فرد رو به یک نرم و ایدئالی میرسونیم، ناهنجاری اسکلتیش هم باید برطرف کنیم که اون فرد بتونه اون تکنیک ها رو به درستی اجرا بکنه. دست شما. من اینجوری که من متوجه شدم علم فیزیولوژی علم خیلی گسترده‌ایه و اینکه نیاز هستش که آشنایی هم ورزشکارا، هم مربی‌ها، هم حتی آکادمی‌ها با این علم بیشتر بشه و ازش استفاده بشه که بتونیم پروسه درستی رو بریم جلو و اتفاقات بهتری واسهشون بیفته. یه خواهشی که داشتم از شما اینکه ما بتونیم از دانش شما استفاده بکنیم توی برنامه‌هایی که برای توی این برنامه رود تو گرند اسلم ما داریم کار میکنیم از دانش شما هم استفاده بکنیم و اینکه بتونیم باعث بشیم که اتفاق خوبی ایشالا، چون هر کاری که ما الان انجام بدیم، هر اتفاقی که بیفته نتیجهش رو قراره سالها، 4 سال، 5 سال، شاید 10 سال بعد ببینیم، ولی امیدوارم این اتفاق تو 10 سال آینده ما نتیجه کاری که امروز داریم انجام میشه رو بتونیم ببینیم. اگه صحبتی هستش که داشتین ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم، واقعا خوشحالم که همچین روی کردی داره اتفاق میفته و دید خیلی خوبی شما داشتین، نیاز رو خیلی خوب تشخیص دادیم و امیدوارم که واقعا نتایج شما ببینیم و کشورمون همیشه در تمام عرصه ها نامدار باشه و حالا منم به اندازه سوادم و هر کمکی که بتونم بکنم در این عرصه در کنار شما هستم و در خدمتتون. خیلی لطف کردید، دستتون درد نکنه که امروز اومدین و برای من خیلی جذاب بودش این صحبتی که با شما و اینکه واقعا چیزای جدیدی یاد گرفتم و اینکه اصلا شاید فیزیولوژی اسمش رو فقط قبلا شنیده بودیم، الان یه اطلاعاتی هرچند مختصرش برای من خیلی جذاب، حتما فکر کنم واسه بقیه هم جذاب باشه، بتونیم ان شاءالله از این داشت استفاده کنیم. خیلی لطف کردید با ما همراه باشیم. خانم جیران حسین پور بیشتر در خدمتشون هستیم، بتونیم از علم و اطلاعاتشون که در اختیار ما قرار میدن بتونیم استفاده مثبت رو بکنیم. با امید اینکه
هر روز وضعیت ورزش و بالاخص تنیس توی ایران بهتر بشه. مرسی.